درود میفرستم خدمت شما بینندگان عزیز. یکی از سوالاتی که بسیار پرسیده میشه این هستش که از کجا بفهمیم مته کوبالتی که ما داریم تقلبیه یا اصلیه. امروز میخوایم با یه آزمایش ساده این رو متوجه بشیم. همین ابتدای کار باید خدمتتون عرض بکنم متاسفانه قبل از خرید و از روی شکل و ظاهر مته نمیشه متوجه شد که این مته اصلیه یا خیر، مگر اینکه این رو از روی برند مته تشخیص بدیم. به عنوان مثال بدونیم که فلان برند مته کوبالتای خوب و با کیفیتی داره. دقت کنید دوستان عزیز، مته کوبالت ها دو نوع هستن، یا پوشش کوبالت دارن که اینها مته کوبالت های تقلبی هستن و یا اینکه دارای درصد مشخصی کوبالت هستن، مثلا مته کوبالت 5% یا مته کوبالت 8%، یعنی دارای 8% آلیاژ کوبالت هستش. به این مته دقت بکنید. این مته یک مته HSS هست با پوشش تیتانیوم. یعنی چی پوشش تیتانیوم داره؟ یعنی اینکه اگر شما این قسمت رو خراش بدید یا بتراشید این رنگ طلایی از بین میره. به بیان دیگه این پوشش تیتانیوم یا این رنگ طلایی یک لایه بسیار نازک هستش که با کمی خراشیدن از بین میره. مته کوبالت های تقلبی دقیقاً مشابه مته های HSS هستن که به جای اینکه پوشش تیتانیوم داشته باشن پوشش کوبالت دارن و با چند بار کار کردن و با چند بار استفاده اون پوشش کوبالت از بین میره و آلیاژ اصلی مته مشخص میشه. به عنوان مثال به قسمت ساق مته یعنی قسمت انتهایی مته دقت بکنید. همونطور که میبینید قسمتی که ساییده شده روشن‌تر هستش و پوشش کوبالت کاملا از بین رفته. یا به این مته دقت بکنید، پوشش کوبالتی که این مته داشته به قدری نازک بوده که در چند بار استفاده کل این پوشش از بین رفته. مته هایی که ما اینجا داریم از برندهای اومگا، ولف، راک و همینطور برند اینکو هستن. البته برند اینکو رو هنوز تست نکردیم. با یک تست ساده و با کمک یک سوهان می‌خوایم متوجه موضوع بشیم که یا پوشش کوبالت داره و یا اینکه واقعا آلیاژ کوبالت هست. دوستان عزیز، شما این مطلب رو داخل کامنت ها بنویسید که به نظرتون آیا این مته از آلیاژ کوبالت ساخته شده و یا اینکه صرفاً فقط مثل باقی مته ها پوشش کوبالت داشته. دوستان عزیز، امیدوارم که از برنامه امروز استفاده کرده باشید. اگر سوالی در مورد مته های کوبالت دارید حتما داخل کامنت ها بنویسید و اگر مته کوبالت خوب و با کیفیت و خوش قیمتی میشناسید حتما داخل کامنت ها بنویسید تا دیگر دوستان هم از اون مته استفاده بکنند.